امروز هم آمریکا دچار خطای محاسباتی است. امروز آمریکا غلط میفهمه مسائل رو، محاسبش اشتباهه و غلطه. اون روزم هم آمریکا هم که پشتیبان رژیم پهلوی بود، هم پهلوی خطای محاسباتی داشتن، اشتباه میفهمیدن. تقریباً 10 روز قبل از حادثه 19 دی، 10 روز، فقط 10 روز قبل از این حادثه، رئیس جمهور آمریکا در تهران در جشن ژانویه دربار پهلوی یک نطقی کرد. سرش گرم بود دیگه، انواع مسکرات و انواع اینا، سرش گرم بود. در اون نطق گفت ایران جزیره ثبات هست. 10 روز بعد قضیه قم اتفاق افتاد. این نشون میده اینا ایران نمیشناختن. گفت جزیره ثبات هست ایران. از شاه تعریف کرد، تمجید کرد، گفت ایران اینجوریه. 10 روز بعدش قضیه قم اتفاق افتاد. ایران رو نمیشناختند، هنوزم نمیشناسن. ایران رو نشناختند و غلط برنامه ریزی کردند. امروز هم نمیشناسند و غلط برنامه ریزی میکنند دشمنان ما. اون روز بر اثر برنامه ریزی غلط شکست خوردند. امروز هم آمریکا بر اثر برنامه ریزی های غلط خود شکست خواهد خورد.